خب امروز روزیه که جواب رسیتا اومده و من چند تا درس افتادم. یه دونش رو قبول شدم، یه چند تا جوابش نیومده. من نمیدونم قبول شدم یا نه. یه هفته وقت داریم فرجه بین امتحانا و شروع ترم جدیده. از اونجا که من عاشق آشپزیم، علاوه بر اینکه ناراحتم بابت اتفاقاتی که افتاده، حوصله‌ام هم سر رفته. واسه اینکه سر خودمو گرم کنم، این سری دارم تو کار ترشی انداختم. حالا چه ترشی؟ ما اینجا آووکادو، هویج واسه بهتون نشون بدم. خب تو قبرس با 1200 لیر من این چیزا رو گرفتم: آووکادو، هویج، کلمبر، کلم بنفش، پیاز، فلفل تند، لیمو، کرفس، نارنج واسه غذاست و گلکلم. و اصل کاری هم که سرکه سفید. حالا خیلی جالبه که اینجا نارنج نمیخورن و همینطوری تو خیابون درختای نارنج اصلا نمیکنن یا اینکه واسه فروش ندارن، ولی من همیشه واسه غذام چون شمالی هم نارنج رو اد میکنم. چیزی که میخوام درست کنم: ترشی آووکادو، ترشی هویج، کرفس و لیمو، یه سری چیزا اینطوریه. با یه مثلا ترشی گلکلم مثلا باحال میشه. ما بریم اینا رو بشوریم، قطع قطع کنیم، ریز کنیم و حالا بهتون مراحلش رو نشون میدم که چیکار میکنیم. خب اینم از آماده سازی اولیه. حالا قراره با این چاقوی دست زنزان همشون رو خورد و قطع قطع کنیم. خب علاوه بر این چاقو من یه پوستکنم دارم. خیلی راحت با این پوستکن شما میتونید خیلی سریعتر همه چیز رو خورد کنید. ما کلمه رو خورد کردیم، آماده است. فقط این که باید یه کاری کنیم. چیکار؟ یه 2 قاشق نمک بهش اضافه میکنیم، میزنیم یه ساعت بمونه. بعد خوب چنگش میزنیم با سرکه یه ذره آب جوش میریزیم تو ظرف. اون ظرف شیشه‌ای که میخوایم ترشی رو توش بندازیم. این از ترشی کلم قرمز. اون رو اسلایس کردیم. فقط این که من همیشه میرفتم آب میوه‌گیری، چی میگم؟ آره دیگه، آب میوه فروشی. آب میوه فروشی همیشه یه ترکیب بود سفارش میدادن دیگه: آب کرفس و لیمو. و همین خاطر میخوام ترشی لیمو کرفس بندازم. خب حالا وقتی چیه؟ وقتی پر کردن این ظرف جذابمونه. لیمو، کرفس، بازم لیمو، کرفس، خیلی تمیزی، فلفل. آخر چیکار میکنیم؟ میایم آب لیمو هم بهش اضافه میکنیم. بعد فلفل زیاد، نمک، یه ذره دیگه نمک. حالا سرکه رو اضافه میکنیم. این هم از سرکه، فقط خیلی نباید پرشه چون خودش هم آب میندازه. حالا این میره تا حدود 2 هفته 3 هفته توی یخچال بمونه. یه چیز خفن شده واسه این بری باید میده خفن. حالا نوبت چیه؟ نوبت محبوب دلها، ترشی گلکلمه. نمک، البته فلفل، نمک و یه مشت از این گلکلم و فلفل و هویج. من ساقه گلکلم هم ریختم، ساقه بازم ستون، گل و ساقش و همه چی رو میزنم و تمام سرکه. تمام. این هم از تکون آخرش. اینجا ترشی کلم و هویج. حالا میریم واسه اصل مطلب: ترشی آووکادو، کرفس، گلکلم، هویج. کسایی که مثل من آووکادو بازن میگن نازنین زهرا خیلی آووکادو بازن. خوب این ترشی رو ببینن سیر
فلفل هم داره. خب نمک. یادم رفت واسه لیمو هم بریزم. واسه لیمو هم اد میکنم الان. این فلفلش. بریم واسه لیمو. خب من لیموهاشو ریختم. اینم آخریه. اصلا آروم و یواش نبود و تمام. خب یا از آخر داستان اصل کار آووکادو، کرفس، لیمو، هویج. یا اگر دوست داشتید میتونید سابسکرایب کنید، لایک کنید. من واقعا خسته شدم، خیلی چیزا مونده بشه، یعنی باید درست کرد ولی خسته شدم. خب اگر دوست داشتین بازم ببینید تو قبرس چه اتفاقی میفته و دانشجوها چی کار میکنن، مثلا سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و ویدیو بعدی راجع